ای مبدأ هستی، ای معمار نظام کائنات و ای سرچشمه بی انتهای نور و زیبایی، ستایش از آن توست که نامت آرامش مطلق و یادت رهایی از هر غمی است. در هر ذره نشان از رحمت توست. دوستان عزیز، اگر تا اینجا از قصه های ما لذت بردید لطفاً سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید. ممنون از حمایتتون. داستان باغ کاشان. آیلین نقاش بود، نه از آنها که در گالری‌های پرزرق و برق تهران با لبخندهای تصنعی خودشان را می‌فروشند، بلکه از آنها که درد روحشان را بوم‌ها تخلیه می‌کنند. آخرین نمایشگاهش یک شکست دردناک بود. منتقدان او را به تقلید سرد متهم کرده بودند. این اتهام بوم‌ها را برایش تبدیل به زندانی از رنگ کرده بود. او به کاشان آمد تا نفس بکشد، نه در هوای دودآلود و فریب و اتهام، بلکه در هوای غبارآلود تاریخ. آیلین خانه‌ای نزدیک روستای اجدادش در پس‌زمینه تاریک یک عمارت قجری اتاق کوچکی را اجاره کرد. نام متناقضی داشت، خانه روزها، اما هیچ روزی نبود، فقط خار بود. دیوارهایی از خشت و گچ که مثل پوست پیرمردی رنجور ترک برداشته بود. باغ، قلب تپنده خانه، سالها بود که ضربانش متوقف شده بود. بوی گلاب که میراث کاشان بود در این خانه جای خود را به سکوت و خشکی داده بود. حوض فیروزه‌ای تنها یک زخم بزرگ ترک خورده بود که آسمان را پاره پاره در درونش منعکس می‌کرد. آیلین بوم نقاشیش را کنار حوض خشک گذاشت. او می‌خواست تاریخ را نقاشی کند، نه واقعیت را. با هر ضربه قلم او به این ویرانه روح می‌بخشید. روزهای سرخ و تند و سفید مریم در خیالش از دیوارهای بلند بالا می‌رفتند و عطرشان تا دوردست‌ها می‌رسید. روز سوم در اوج حرارت ظهر سایه ناگهانی و بلند نقاشی بومش را مخدوش کرد. نمی‌دانستم هنوز کسی در این ویرانه جرأت زندگی کردن دارد. صدای محکم، سرد و بیروح بود. آیلین مچش را که از گرفتن قلم درد می‌کرد ماساژ داد و سر بلند کرد. کیان، وارث جوان و مغرور عمارت، روبرویش بود. مردی 30 و چند ساله با چشمانی نافذ و ابروهای گره خورده که انگار بار 100 ساله اندوه خانه را به دوش می‌کشید، اما با لباس‌های رسمی و کفش‌های واکس خورده که اعلام می‌کردند که به این خاک تعلق ندارند. کیان معمار بود، اما تنها هدفش از خانه روزها نه مرمت بلکه تخریب بود تا مجتمعی مدرن و بیروح دوباره جای خود را به تاریخ بدهد. آیلین بی آنکه از وقار این مرد بترسد قلم را به سمت حوض خشک دراز کرد. شما مالک هستید؟ این خانه یک جواهر است آقای محترم. بوی گذشته می‌دهد، بوی زندگی. چطور می‌توانید آن را بفروشید و به جایش آهن و سیمان بکارید؟ کیان پوزخندی زد که بیشتر شبیه نفس کشیدن بود. جواهر گران از خانم نقاش. این خانه یک بدهی سنگین است، یک قبرستان قدیمی که بوی نم و رطوبت می‌دهد. من نمی‌توانم یک قرن تنهایی و فرسودگی را به دوش بکشم. پدرانم سالها پیش این باغ را رها کردند و من باید آخرین میخ را بر تابوت آن بزنم. آن روز نبرد آیلین و کیان آغاز شد. نبرد خاموش بر سر سرنوشت یک میراث. آیلین هر روز در تلاش دیوانه‌وار گوشه گوشه خانه را نقاشی می‌کرد تا شاید کیان زیبایی از دست رفته عمارت پدریش را در رنگ‌های او ببیند. و کیان هر روز می‌آمد برای اندازه‌گیری ترک‌ها، برای گرفتن قیمت نهایی تخریب، یا شاید برای دیدن زن سمج و عاشقی که با قلمش می‌جنگید. او میدید که آیلین با چه عشقی کوچکترین جزئیات را، حتی ترک‌های ظریف روی ستون‌های ایوان را ثبت می‌کند. یک روز کیان او را از پشت بوته‌های خشک یاسمن‌ها دید، در حالی که زیر آفتاب تیز کاشان با کلنگی کوچک ریشه‌های خشک یک بوته رز قدیمی را از خاک بیرون می‌کشید. کار می‌کنید؟ مگر قرار نیست اینجا ویران شود؟ آیلین نفس می‌زد. به باغ کمک میکنم تا قبل از اینکه با خاک یکسان شود راحت‌تر نفس بکشد. این ریشه‌ها آخرین یادگاری‌های قلب این خانه. کیان که در سالهای آخر فقط اعداد و محاسبات را لمس کرده بود، لحظه‌ای در چشمان پر از اراده آیلین خیره ماند. آهی کشید که نشان از خستگی از این درگیری بی‌پایان بود. بی اراده کلنگ را از دست آیلین گرفت. بگذارید من کمک کنم. ساعتها گذشت. کیان با کت و شلوار خاکی شده و عرق پیشانی و آیلین با موهای پریشان و لکه‌های رنگ بر لباس زیر آفتاب داغ سکوت خانه را با صدای کوبش کلنگ در هم می‌شکستند. این اولین مکالمه واقعی دلشان بود. مکالمه‌ای که در رستوران و کافه شکل نگرفت، بلکه با دستانشان انجام شد. درست زیر ریشه‌های بوته رز کهنسال آنها به سنگی بزرگ مسطح و قدیمی برخوردند. سنگ با زحمت زیاد توی
یک باغ توسط کیان کنار زده شد و زیر آن دهانه تاریک و خنک یک تونل دیده میشد. ورودی یک قنات قدیمی. کیان که سالها این خانه را با بی‌تفاوتی یک پروژه دیده بود، ناگهان برق عجیبی در چشمانش درخشید. قلبش فشرده شد. او به یاد مادر بزرگش افتاد که همیشه زیر گوشش زمزمه میکرد کیان، راز این باغ نه در زیبایی روی زمین بلکه در عمق خاکش پنهان است. زندگی خانه به دست آب است. روی سنگ کتیبه محو شده به خط قدیمی حک شده بود در آب پیمان حیات است. تا زمانی که این پیمان پابرجاست روزها خواهند شکفت. از آن لحظه رابطه سرد کیان و آیلین تغییر کرد. بحث‌ها و جدال‌ها جای خود را به جستجو و همکاری یا شاید هم لایه‌های محبت و عشق در کنار این قنات جاری داد. آیلین دیگر فقط یک نقاش سمج نبود. او تبدیل به همراهی شیفته برای کیان بود. او به کیان کمک میکرد تا نقشه‌های قدیمی خانه و مسیرهای قنات را در اتاق‌های نمور و مملو از خاک پیدا کند. کیان هم دیگر یک معمار سرد نبود. او مردی شده بود که با دستانش خاک را لمس می‌کرد و برای زنده کردن میراث خانوادگیش می‌جنگید. آنها شب با نور چراغ در دهانه تاریک قنات مسیرهای مسدود شده با خاک و سنگ را با کمک یک مغنی پاکسازی می‌کردند. کار طاقت فرسا و پرهزینه‌ای بود و در میان گفتگوهایشان کیان با آیلین اعتراف کرد دلیل اصلی تصمیمش برای فروش خانه هزینه‌ها نبود، بلکه ترس از شکست بود. ترس از این که عظمت از دست رفته را برنگرداند، تنها میراث شکست خورده خانواده‌اش را برای او بماند. آیلین با نگاهی پرمعنا به او گفت شکست واقعی در نپذیرفتن میراثی است که به تو رسیده. کیان، این خانه تنها متعلق به تو نیست، متعلق به تمام داستان‌هایی است که تلخ و شیرین در این اتاق‌های زندگی شکل گرفتند و تو نگهبان این داستان‌ها هستی. روز موعود نزدیک شد. با وجود تمام تلاش‌ها برای بازسازی، کار قنات هنوز تمام نشده بود. کیان هنوز دودل بود. تلفن‌های مکرر یک شرکت بزرگ ساختمانی را جواب داد یا عشق تازه یافته به خانه‌اش را نگاه کند. آیلین با تمام کردن نقاشی روی بومش انگار جواب همه سوال‌های کیان بود. او عنوان نقاشیش را آنجا که عشق و آب شکفتن گذاشت. او نقاشی را به دست کیان داد. این اثر خانه روزها را نه با خشت و گل بلکه با نور و رنگ احیا کرده بود. کیان اشک‌هایش را که ناگهان روی تصویر چکید پاک کرد. او حالا دیگر متوجه شده بود نبردش برای خانه به نبرد برای زندگی تبدیل شده بود. او نه تنها خانه را نجات داده بود بلکه قلب خود را به زنی سپرده بود که به این خانه متروک روح دوباره بخشیده بود. در همان لحظه صدای ضعیف و کوچکی از زمین به گوش رسید. هر دو به سمت دهانه قنات دویدند. ناگهان با قرلش کوچکی آب خنک و زلالی دوباره دهانه قنات سرازیر شد. آب به حوض ترک خورده رسید و اولین انعکاس ماه را پس از سالها در خود نشان داد. این صدای آب پاسخ نهایی به تردید کیان بود. صبح روز بعد کیان جلوی خریداران و رئیس شرکت آرامتر از همیشه قرارداد را از جیبش درآورد و بعد از هیچ حرفی آن را به دو نیم کرد و پاره‌هایش را به زمین انداخت. معذرت می‌خواهم آقایان، این خانه برای فروش نیست. اینجا دیگر یک گنجینه است. 1 سال بعد باغ روزها به شکوه قدیمیش بازگشت. بوی گلاب و عطر یاسمن‌های تازه فضای خانه را پر کرد. حوض پر از ماهی‌های قرمز شد و صدای دلنشین آب در جوی موسیقی حیات بخشید. آیلین و کیان کنار هم یک زوج عاشق شده بودند. کیان کنار روزها دست آیلین را گرفت، اما نه حلقه بلکه یک کلید قدیمی و زنگ زده به او داد. کلید چوبی و بزرگی که سالها در صندوق قدیمی پنهان شده بود. این کلید خانه روزهاست آیلین، کلید این باغ، کلید تاریخ و کلید آینده من و تو. او دستان آیلین را بوسید. و تو راز این باغ هستی. تو قنات خشکیده قلب من را زنده کردی. رازی که باعث شد من به جای تخریب دوباره زندگی کنم. آیلین لبخند زد. او کلید را در دستش فشرد و فهمید خانه‌ای که برای فرار از دردهایش از تهران به سوی آن پنهان شده بود تبدیل به سرآغاز داستان زندگیش شد. آنها دیگر نه صاحب خانه بلکه نگهبان راز باغ کاشان بودند. رازی که با آب، عشق و رنگ دوباره شکفت.